الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. از جانب خواهر چنین سؤال آمده است که میگوید حکم چیدن قاش در اسلام چیست؟ بارک الله فیکی خواهر عزیز که یکی از مهمترین مسائلی که تعلق به زن دارد این مسائل را سوال کردی و البته دین ما با سوال کردن و با فهمیدن و با تعلیم گرفتن کامل خواهد شد. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از رسول الله می پرسیدند و امروز جواب اون سوال هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان داده اند این دین ما شده است. پس زن و مرد باید همه کوشش بکنیم که چیزی ندانسته خود را از اهل ذکر و از علما سوال کنیم، بفهمیم و بپرسیم تا که قطره و ذره به ذره دین ما روز به روز کامل بشود و این امر الله سبحانه و تعالی است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ای مردم، اگر شما ندانید، به علم باشید، از اهل ذکر بپرسید. بارک الله فیکم. پس موضوعی که ما در روی آن هستیم چیدن قاش. حکم چیدن قاش در اسلام به یک سخن تمام علما اتفاق میکنند که حرام است. البته علمای اهل سنت و الجماعت، نه علمای بدعت، چرا که برای حرام بودنش نص قاطع از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد. یکی از اونها در صحیحین آمده است، دیگرش در سنن آمده است. چه که از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لعن الواشمات والمستوشمات. لعنت کرده شده اند کسانی که به خود خالگذاری میکنند یا کسانی که طلب خالگذاری میکنند و کسانی که خال میگذارند. یک نفر میخواهد که به اون خال گذارند و نفر دیگر خال گذارند، هر دویش لعنت شده است. و النامصات والمتنمصات، این محل شاهد ما هست، وجه الدلاله یا محل استشهاد، اینجا که قاش چیناننده و قاش چیننده. از نظر شریعت کسی که قاش خود را در نزد یگان نفر می چیناند، یک زن می نشیند و می گوید که قاش مرا بچینید، این هم لعنت شده است از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم. و زنی که قاش یک زنی بیگانه را می چیند، چیننده قاش هم لعنت شده است. هم چیناننده و هم چیننده قاش لعنت شدگانند. پس مسئله خطیر است. لعنت الله و لعنت رسول الله این شوخی نیست، این سخط الله و دور شدن رحمت الله می باشد. معنای لعنت طرد الرحمه، نابود شدن رحمت الله است. وقتی که الله و رسولش لعنت میکرد، غضب و رحمت الله شامل میگردد به این انسان. پس این حدیث ظاهر و آشکار دلالت میکند که چیدن قاش و چیناندن قاش و چیننده قاش ملعون است، ملعونه است. فرقی ندارد که این مرد باشد یا زن، چرا که البته در اینجا صیغه زنانه آمده است، لیکن سببش این است که عادتا اکثرا زنها قاش خود را میچونند، لیکن امروز روزی شده است که مردها هم، بعضی از فرزندای مسلمان هم قاش خود را به خاطر زیبا کردن آب و رنگ روی خود
اینچنین میچونن که این البته باز سخت‌تر است، چرا که این مرد هم حکم لعنت قاشینی را میگیرد و هم حکم تشبیه کردن خود به زن را میگیرد و البته در هر دو حالت هم به مرد و هم به زن حرام است. سبب حرام بودنش چیست؟ در همین حدیث است المغیرات خلق الله تعالی. سبب حرام بودنش و حکمتش این است که در چیدن قاش انسان خلق الله سبحانه و تعالی کرده را تغییر میدهد. وقتی که زن قاش خود را میچیند یا میچیناند یا چیننده قاش، اون خلقی که الله کرده است و با این نمود آفریده است این را تغییر میدهد. یک و دوم گویا به تقدیر الله سبحانه و تعالی که صورت این زن را یا این مرد را این چنین خلق کرده است این را قبول ندارد، ابروی خود را میچیند. و این چنین در سنن ابو داود رحمه الله از ابن عباس روایت آمده است رضی الله عنهما که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لعنت الواصله والمستوصله والنامصه والمتنمصه والواشمه والمستوشمه من غیر داء. لعنت کرده شده است کسی که بر خودش موی اضافی میگذارد یا که گذارنده این موی. امروز ما این موی ها را موی ساخته میگوییم، به زبان تاجیکی اضافی میگوییم، یا که بر روسی خوبتر میفهمید که پریک میگویند، اون موی بندایی که با خودش موی اضافگی دارد. یا بعضی زنها از موی خود راضی نمیشوند به بالای موی خود دیگر موی ها میگذارند. البته هم گذارنده این موی زنی که خودش میگذارد یا کسی که بر این دیگر زن میگذارد هر دوش لعنت شده است. و نامسه و المتنمسه و چیننده قاش و چیناننده قاش محل شاهدی ما همین است و استدلال ما همین است که در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و میگن که هر زنی که قاش خود را میچیند یا زنی که قاش دیگران را میچیند هر دویش لعنت شده است، ملعونه است. والواشمه والمستوشمه. و سومین زنی که لعنت شده است زنی که بر خودش طلب خالگذاری میکند و زن دیگر خالگذار است. یعنی 6 نفر، کسی مو گذارنده یا کسی که به خودش موی گذاشتن طلب میکند، یعنی 2 زن. در هر یک این 3 مسئله، مسئله موی، مسئله قاش، مسئله خالگذاری، در هر 3 مسئله 2 نفر لعنت شدند. صاحب قاش، صاحب موی، صاحب خال و کسی که این عملها را نسبت یک کسی دیگر انجام میدهد در غیر ضرورت اگر انجام میدهد. اما البته خال به هیچ حالت ضرورت وجود ندارد، یا موی گذاری هم اگر البته ضرورت باشد با که ندارد. خیلی که علما میگن سر یک زن کل شد، کسلی اومد از سرش تمام موی نابود شد، در این حالت گذاشتن موی جایز است. اما مسئله چیدن قاش در حالت ضروری، در کدام ضروری؟ در حالتی که اینجا را جراحی کنه چیده نمیشد، گر که تراشیده میشد، این حالت های فوق العاده هست. اما در حالت عادی به تمام این نمود عمل ها برای زنها حرام است. پس ابو داود این حدیث را خودشون تفسیر میکنند و میگن که واصله التي تصل الشعر بالشعر النساء والمستوصله المعلول بها والنامسه التي تنقش الحاجب حتى ترقه. یعنی چیدن قاش میگن نامسه، کلمه عربیه که در این حدیث است معناش این که قاش را میچیند از گرد و اطرافش تا اینکه قاش را دراز و باریک میکند، رقیق، ترقه، باریک میکند. سبحان الله. پس باریک کردن قاش جایز نیست. فرقی ندارد که از طرف پایان قاش باشد یا از طرف بالای قاش باشد. بعضی ها فتوا دادن که از طرف بالای قاش چینید با که ندارد، از پایانش این فرق و تفرق وجود ندارد و این کلام و این سخن اهل بدعت است. رسیدن به پایان قاش و به بالای قاش برای زن حرام است و چیدنش هم حرام است. پس واشمه معنایش این خال گذاشتن. زن نباید به خودش خال صنعی گذارد و البته حکم این به نکالکه هم می رود. نکالکه یعنی خالهای گوناگون و رسمهای گوناگونی که امروز کفار به جسمهای خود میکنند و بعضی از جهلای مردها و زنهای مسلمان اینچنین به بدنهای خود چیزهای از یک رسم یا یک سخن یا یک کلمه یا حرف به جسم خود می نویسند یا می کشند که این البته حرام است.
حافظ ابن حجر در فتح الباری میگویند متنمسه همون کسی هست که از قاشین میرد و طلب میکند که قاشش را بچیند. نماز کسی که قاش را میچیند. این هر دویش البته لعنت کرده شده است. البته ما به شما گفتیم که سبب تحریم این تغییر دادن خلق الله است. اما برادران و خواهران عزیز بارک الله فیکم، ما در همه حالت نباید سبب حرام شدن چیزی رو کافتکاب بکنیم. مثلا چرا خمر حرام شد، چرا سیگار حرام شد، چرا زنا حرام شد، چرا این و آن، چرا قاشیدن حرام شد، چرا این چنین چرا خوب نیست. از نظر عقیده اهل سنت والجماعت ما چنین اعتقاد داریم که وقتی که الله سبحانه و تعالی حرام کرد و رسولش حرام کرد و لعنت کرد، ما باید به یگان چون و چرا اطاعت بکنیم و سمعا و طاعتا بگوییم. و این چرا این صفت یهود بود که با چرا و چگونه خود را به بلای بزرگ گرفتار میکردند. اما الله سبحانه و تعالی به من و شما البته اجازت داده است که حکمت یک جزء از این مسئله را با خبر باشیم که ما به شما بیان کردیم که قاچیدن چندی مشکل دارد. یکی از مشکلش راضی نشدن به تقدیر، تغییر دادن خلق الله و این چنین چیزها. بارک الله فیکم. اما سوال اینجاست که بعضی ها میگویند گرفتن موی از روی زن، یعنی زن از این دو طرف رویش که این را ما خد میگیم، از دو کلچه رویش یا از گرد و اطراف گوشش یا از جاغش یا از پیشانیش مویهای اضافگی را بچیند و بکند، آیا جایز است یا نیست؟ البته در این مسئله علما اجازت دادند. چرا که حدیث، علما میگن حدیثی که آمده است این حدیث حکم قاشیدن را حرام میکند، اما غیر قاش دیگر مویهای روی زن تازه باید چیده شد. چرا که اصل روی زن باید زیبا و پاک و نظیف باشد و اصل روی زن این نظافت و پاکی و زیبایی بیمویی است. برای همین رویش رو باید پاکیزه کند. و اصل روی مرد این ریش است و موی بودن است. برای همین است که تراشیدن ریش برای مردان حرام است. ما در این حالت به اصل نظر میکنیم و به اصل باز میگردیم. برای همین چیدن موی از موی لب، از گرد و اطراف روی، از پیشانی، از جاغ، از نزدیهای گوش برای زن جایز است و حتی بعضی از علما خوب عملی مستحب است میگن، چرا که با این کار زیبایی خود را خوبتر میکند و شوهر خود را به خود رغبتش را زیاد میکند که این یک امری طبیعی هست و امری خوب هم هست. و سوال دیگر این است که آیا ریزانیدن قاش را نمیچینیم، فقط یک ماز یا یک کریم، یک دارو را میمالیم که بعد از یک هفته دو هفته همین جای مالیده کریم ما خود به خود میریزد؟ البته علما میگن که این حرام است، این عملی حرام است و جایز نیست. و میگن که ما یک سوال دیگر این است که میگن ما قاش را نمیچینیم، فقط کوتاه میکنیم. قاش دراز میشود و کوتاه میکنیم. آیا کوتاه کردن قاش جایز است یا نیست؟ کوتاه کردن قاش اگر مقصدش این باشد که با همین کوتاه کردن باز قاش خود را به ترتیب درآورد، زیبا کند، جایز نیست. اما مقصدش این باشد که قاشش از حد دراز شده است، ابرویش از حد دراز شده است که حتی خلل هم به چشم میرسند. البته بعضی کسا ابروی دراز دارند، در این حالت برای طبیعی کردن ابروی کوتاه کردنش باکی نیست، اما از این عمل دور شدنش افضل و خوب است. و سوال دیگر این است که زنها میگن حالا در این عصر 21 یک رنگ های مخصوصی برآمده است که زنها در زیباخانه ها استفاده میبرند که به گرد و اطراف قاش به پایان و به بالا میمالند. این رنگی که به مانند رنگ پوست است و دختر را نشان میدهد، این زن را نشان میدهد که گویا قاشش راست و زیبا مثل چیده شده است، آبرویش مثل چیده شده است، اما این زن آبروی خود را نچیده است بلکه رنگ کرده است، رنگی که مثل رنگ پوست است از پایان و از بالا. در این حالت علما میگند که جایز است. البته چرا؟ سببش این است که در حدیث چیدن قاش و کندن قاش حرام بود، اما در اینجا چیده و کنده نشده ایستاده است، در اینجا رنگ شده ایستاده است و رنگ کردن جایز است، غیر از رنگ سیاه کردن جایز نیست. البته بعضی از مکروه است، رنگ سیاه کردن مکروه است. بارک الله فیکم. لیکن از این عمل هم دست کشید افضل است، افضلش از این عمل هم دست کشید و قاش در حالت طبیعی خودش باشد.
و سوال دیگر اینجاست که در مسئله ابروی بین دو قاش، اون مویی که در بین دو قاش است، بین دو قاش از بالای بینی دو قاش میآیند با یکدیگر همراه میشن، اینجا یک جای خالگی است. چیدن این موی آیا جایز است یا نیست؟ البته چیدن اون مویی که در بین دو قاش است جایز است و این به قاش داخل یا که به ابروی داخل نمی شود. بارک الله فیکم. این یک مسئله مختصر در مسئله چیدن ابروی بود، یعنی قاش بود که خواهران عزیز بارک الله فیکم به شما بیان کردیم. حیاکم الله و بیاکم.